دیگه بریم و با مهراد مستر یک مود روبلاکس ترسناک رو بریم و بریم با مهراد مستر بازی کنیم. آقا مهراد مستر همینجا سلام برسون. سلام بچه‌ها. سلام رسوند و برو بریم برای یه ویدیو. لیتس گو. مهراد کجای؟ خب میگه باید در باش. خب خب حاضریمون رو زدیم. خب میگه چیکار کنید؟ این چیه؟ میگه این وسیله رو باید بذاریم توی چی حال بیا اینا رو که گذاشتم. گذاشتم. خب یه چیز نمونه درسته؟ خب برات بگیریم بشینیم. بیا فقط من این تفنگه که داریم، این هر وقت یکی شکاک شد بهش تیراندازی میکنیم. باشه؟ من به این شکاک شدم مهراد. باشه؟ مشکلی نداره؟ مهراد یکم صحبت کن. مهراد صحبت کن دیگه. حرف بزن. بچه‌ها نمی‌دونم چرا حرف بزنم. خدا یکی دوبار حرف بزن. اقل لالیمونی نگی. کافیه. خب باش. حرف نمیزنم. خب میرا حالا یکم حرف بزن. کم حرف زدن خوبیت نداره. باشه؟ خب میرا بیا. یه مشتری بیاریم. میرا بیا. میرا اگه گفتی مشتریمون میخواد چی بخره؟ میراد اگه گفتی مشتریمون میخواد چی بخره؟ یس. چی میخواد بخره؟ خب حتی حد بزن. راستی این آقا هم گذاشتیم اینجا قشنگی هالووین ابو هالووین تا اطلاعات نوی اینجا خواهد میمونه. اگه لایک ها برسه به بالای 10 تا همینجا میمونه تا آخر عمرش. ته سمت منه. برو جای دیگه. خوبه. پولو برم. خب پول گذاشتم. پول مشتی و ادیتوری. خب میرا بریم توالتو بگردیم. بیا میرا کجایی؟ اینجا. بیا بریم توالتو بگردیم. ماشین برم. خب چی؟ زنده ای که تو یوتمون گودزیلا چی؟ یالا بعد از اینکه سفارش اینو جواب دادیم بریم ببینیم دستشویی داستان از چه قراره. بیا مهراد زنده ای؟ زنده ای. خوبه. زنده هستی این خوبه. به داخل در بسته هست احساس خوبی میده. چرا؟ ترسناک داره. آره. وقتی در بستن احساس خوبی به دست میشه. آره من. خب چه خواهده داشت؟ ما بهترین مغازه دنیا رو داریم. یه چی 7.99 ما بهش داریم یا میگه here you're good. من پولا رو بندم. آقا من حساب میکنم. حسابم خب بیا بریم دستشویی رو بگردیم. بیا مراد اومدی؟ خب مراد تفنگ تو آماده نگه دار. شاید یه یاروی اومد بغلمون کنه. اینجا که هیچی نیست. اینجا هم 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 که هیچی نیست. خب بریم. چراغ قوه فقط اینجا. آره اما چراغ قوه هم هست. خب کجایی مراد؟ حمله کردن. کی؟ کیان کارش. خب حمله کردن. این قبلا اون مغازه نوشته شده بود؟ آره. باش بیا تو مغازه. بیا. این نفر چی؟ ترسناک میگه.
بریم بابا بهش بیا یه چیزی بهش بگیم. تفنگ برا ببینم. میگه باش صحبت بکنیم. بچه من ندید، بچه من کوچیکه. دوستی میگه نه داداش I am not sorry. نمیدونم چی داداش فکر کن ما خطرناکیم، با ما نباید در بیافتی. بعد از ما میپرسید بچه‌ت کجاست؟ اینجا پوستش میاد. کجاست؟ بچه‌شه. راست میگی. چرا یه سادم چرا مامانش یه جنس دیگه است، بچه‌ش یه جنس دیگه است. بیا ولش کن، الان یکی میخوابونه زیر گوشمون، پشممون میریزه. بیا مراد، بیا الان یکی میخوابونه زیر گوشت. حالا ارتششون میاد. ارتشی صبح نمیشه. تو میاد. حمله کرد. تفنگو نگه دار. بره بیرون. ما گورش کن. بره بیرون. برات. یه زن ماشینش. یا خدا فکر کنم ماشینش میاد منو میخوره. ماشینش اصلا به خودش نمیخوردم. راست میگی. من فکر کردم لنکروزی چیزی داره. به پولداره میخورد. و 3 ساعت باش میاده. ببار پوشش کن. چی بیمزه. خب ما وای میشیم تا یه نفر بیاد. راست ما منتظر کار خودم. تا موقع ویدیو رو کات میکنه. خب بچه ها بریم برای ادامه ویدیو. خب مهراد. بله. کسی نیومد کارن. پوله چی رو؟ پوله رو بردار. بعد بذار اینجا. من برش داشتم. خبری نیست. یه آدم میتونه بریم تو جنگلی چرخ بزنیم. ماشین کجاست؟ این 100% میخوای خریدی کاری انجامه، چون هیچ کی نمیاد اینجا آدم بکشه تا اطلاعش هنوز کسی نیومده. انگاری که سوالگاه اینجا. واسه من خب داداش بفرما بگو. یا خدا این چرا انقدر ترسناکه یارو. داداش یه پا برو عمل زیبایی باید برای عمل زیبایی بری. همه اینا اینجا صورتشون عجب و غریبه. من صورتم درست میکنم. آره صورتم درست میکنم. آره داری تکون میکنم میچرخ. با من به خدا انگلیسی بلد نیستم. چرا همجا حرف میزنن. من تو یک ثانیه من یک نمو حرفشم نمیدونم تو 3 ساعت هم میگم. پول گذاشت. پول داد؟ پولی نداد؟ همینجور اومدم بابا قایم پولی میدادی. وقتم رو گرفتی. فقط وقتم رو گفتی بدبخت. ای بابا برای که وقتم. چرا از قفصه‌های هیچ کم نمیشه؟ هیچ کی از قفصه‌ها هیچ نخرید. نه البته این کم شد جوه. فکرم ها چه یادی موجود اول باز نگاه یکیه حسین میره بیا باش شا کم شو بینم تو کی آدن برو چه برو بینم یا باش حرف بزن. با من تو مغازه همه درا رو به من میرن. 100% یارو یه چیزی کشیده. همه در بستن. خوب همه در بستن. البته خودت بلد در باشه. تفنگا آماده باشه. من تفنگا رو آمادم. تفنگ قویه رو من آماده دارم. من تفنگ قویه. 100% میپری یا یه کشتیگری با من میندازه. من شیشه رو قرارش کنم. شیشه رو راست میگی. شیشه خیلی بده. رفت. کورتو گم کن. برو
دیدی من چقدر قویم مهراد؟ دیدی؟ بریم. بیا بریم داخل. من فهمیم گذاشتم. یه دوربین داره اینجا چکی بزنیم. دوربینه درست چرا دوربین تلویزیون؟ کی داره حرف میزنه؟ ایشی خودمون داریم با خودمون حرف بزنیم. دوربین حداقل داشتید نگاه کن. چی شد؟ دیدی برقا رفت. چی شد؟ بابا اصلا ترسک نیستم. ها؟ واقعا روز بعد. بیا بیا. باید تموش کنیم. باید بیا تموش کنیم. بیا. ترا رو بذار ببندم. از وقت تموش کنیم فرق نمیکنه. خب کجاست؟ جارون جایی که کجاست؟ آب ریخته. جایی که آب ریخته. جارون کجاست؟ برداریم. جارون کجاه که برش دارم؟ دیگه تموم شد دیگه. خب بیاری خود جمعش کردی درسته؟ خب نه جایی. خب مغازه چرتیه. مغازه خرید نمی‌کنه. فکر کنم برشکست میشیم. حالا چقدر حقوق میگیریم؟ حقوقمون چقدره؟ یه آدم چاق. یا ابو علی سینا یه پا خودش رو راحت کنم کل خونه رو باد برده. مغازه رو باد. نه خوب میخواد خرید کنه. ببین فقط میخواد چی؟ مواظب باش میره لوبیا نخره. نذار لوبیا بخره میره. لوبیا نخری آقا. چیزی نخره. لوبیا نخره. من میترسم لوبیا نخره. یه نوشابه گرفت الان کل بدنش میشه. یا خوبه میراد امنه. آب داره آب. پولتو میخوایم بابا ما پولتو میخوایم زیر زدن نمیخوایم. $3 دمت $3 50 سنت داد آب. زیاده البته. $300 تومن. میدونم من که $3 $350 تومن داد آب. آره الان سنتی میکنم $20 تومن. بیا تو. چه شد داره بازی میشه. بابا ترسناک نیست. کجاش ترسناکه؟ ما فقط یه مغازه‌دار بدبخت سر کوچه ایم. چی میخوای دادن؟ یه سری خرید. خدا تو یه کاری کن. یه کار ترسناکی کن. چون پاش میلنگه یه جور ترسناکی راه میره تو. اشکال نره. ماشه شما چرته. صورت آدمو باله. چیه؟ میاد. صورت آدمو باله. چیه؟ مال خودته؟ پوشک برداشتی داداش؟ مال خودته داداش؟ مال کیه؟ پوشک برداشته فکر کنم. مال خودشه؟ صورتی مال خودشه؟ پوشک بچگانه برای خودش برداشته. من نیستم مال خودش باشم. من فکر کنم پوشک برداشته. بهش نفت میشینه. پوشک خرید. پوشک میخوایی نخری؟ چایی که میکنم گرم میشه. من نگاه کن. ببینم. یه چیزی شد. میخوای یه چیزی. یه با آشغالا رو جمع کنیم. خب جمع شد بریم. من این یکی رو جمع نه آشغالا رو جمع شد بریم. انداختی تو. یه تو توالت. کسی رفت توالت که 100% اینجا یک اتفاق ترسناکی میفته. من که رفتم. نه رفت توالت که اینجاشه. کسی رفت توالت. نه اینجاست. میدونم. چی شد مرد؟ هول نداره. من تو رو هول ندادم. بیا. اومدی در رو کاش که دوربین داشت خفن‌تر میشد. سازنده یه ذره وقت نکرده به دوربین بسازه. فاصله سرور بازی. هم رفتیم یه بازی مغازه داری بهتر بود. در رو ببند. من فقط بچه امیدوارم پارت بعدش هم می‌بریم. بابا ول کن من کار دارم. من میخوام سرمایه داری کنم بگم. آقا اگه این دور ترسناک نشه یعنی ترسناک نشد اگه تو
یه نفر دیگه هم بیاد اون یه نفر ترسناک نباشه برای آقا میذاریمش پارت بعد. آره ما هم کار زندگی داریم. البته کار زنده اونم هم بازی کردنه. هم کار زندگی هم بازی کردن. $6.99 داد. چی؟ ها؟ دفعه قبلی آب اقدی برداشت $3.99 این آب برداشت $6.99. باری عجیبه بازی عجیبه. منطق نداره. من فقط رفته بازیش. آره تقریبا مثل منطقه. من پولا رو میذارم داخل. نظر منطقی تره. چیز رو اول نمیمونه. راست میگی. مثلا منطقی تره. فقط یه چیز عجیبی که هست، مثلا من میدونم اینو میخوام بندازم ماشین میاد. ها این وقتی شب کی میاد مغازه چیز بخره؟ جو خدا همه ماشینا هم میشته. کجا میره؟ بزر دور بالش. میخوام نگاش کنم وقتی دستشون کنم. ببندم. ها؟ دستشونه یا تیموریان دستشونه میکنه. یا سرش قرمزه. راست میگی این کسی آدم نیست. به خدا این آدم نیست. یا بدفاز. این آدم نیست. فضاییه به با بلو. تیر هم میزنیمش. میراج آدم فضاییه به خدا. تو که چه غذا میدمش؟ به خدا این آدم فضاییه، آدم نیست. من گفت پیرمرد میمونی چیزیه. نگاه کن. نگاه میمونی. میمونی چیزیه. بابا باش فهمیدیم. ای بابا اینقدر یه با روزنامه بخر برو دیگه. رفت. چه فایده؟ برو ماشینش پیش برو پیکان دار. پیکانه؟ پیکان داره این همه پول داد. ماشینش پیکانه؟ ما چقدر گیرون فروشی هستیم. من انگار چیزی اینجا. آب این آهنگر قد کن از این آهنگ بدم. نه اسکاچه. فروشه. بریم توالت ها رو تمیز کنیم. اینجا توالت ها رو یارو گفت بیا توالت ها رو کسی تمیز کنم. اوه بوگندو تمیز. چی شده؟ خب الان داره خوب میشه. بچه پارت همجا ادامه میدیم. آره ادامه میدیم بچه ادامه. البته یه نفر اومد. بچه فایده بعدی اون میمونه هم ترسناک بودش. میمونه رو دیدی اون میمونه؟ بعدا میمونه ترسناک بود. آره چاقه. هم از در با چاقه ندارم. اینا بکن باید دردیم ازش. کجاست؟ رفت دستشویی؟ در دستشویی رو ببند. بومبرتون ندارم. ما تو خونه هسته. ما تو مغازه. بودو بیا مراد. سعی تو این توفنگ فردار. پیش رو بوسه پیش رو. خونه تو کن کن. ما میداریم حسابت. اری دردش خوب کنی. قف کن. به خدا ما از خودت هم ترسناک ترین. میمونه ترسناک تر بود. یارو چاقه مثل آدم عادیه. اوه نو. چی چرا میبینیم؟ اوه نو. بابا باید جلوی در خروجی یا بیا روبروی در خروجی وایسیم. یه روز اتفاقی یو تیمور رفتش مرا رفتش. مرا در باز کن. بیا بریم. خب بچه ها من دیگه خسته شدم. بذار من میخوام وایسم. من باید به خدا خسته شدم. وایسم. اگه از این پارت خوشت اومد نقل پارت بعد آقا وای میسیم یه کس دیگه بیاد بعد قبوله. یه کس دیگه بیاد بعد این ماشین اون تایمه رو بیا. توفنگ تصادف کرد. آره انگار یکی اون چه خبر؟ توفنگ تو بردار؟ یکی تصادف کرد یا ابوالفضل. شما نبود. پلاکش یانیه. شده؟ چه کوی تصادف کرد. هیچ خدشی هم روش نیفتد. نه این تصادف نکرد. این باعث شده یکی تصادف کنه. چه کوی بود؟ به ما کی میزنیم؟
میگه نو. خب بچه ها میگم از این ویدیو خوش خب بچه‌ها ویدیو بعدی داره میاد دنبال. خب بچه‌ها اگه از این ویدیو خوشتون اومد با لایک کنید، ما رو هم دنبال کنید و تا ویدیوی بعدی اگه خواستید پارت دومش، پارت دوم که نه درست تمومش بزنیم، میتونیم درست تمومش کنیم. تموم شد دیگه. بچه ها کام یکی از پایاناش بود. خدا نگه. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اگه از ویدیو خوشتون اومد ما رو لایک کنید و ما رو دنبال کنید تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.